سلام به بچه های عزیز چنلمون و بچه های عزیزی که تو چنلمون نیستن. به نظرتون من گست لجند و 117 متیکو دارم؟ نه بابا، من این حرفا الان بهترین کاری که اکتیویژن میتونست بکنه رو انجام داد. بریم که نشونتون بدیم. جا دو تا ایونت چی هرچی داریم که یکیشون هر تعداد سی پی که خرجشون یه تعداد سی پی کمی بهتون میده، ولی حالا اینم چیزی نیست. این مهمه. واو، نگاه کنید به صورت روزانه AK 117 متیک، کریک 6 متیک، AMR متیک و هولگر متیکو به شما میده و بین اینا گان لجند هم هست، مثل CBR4، CR Max اینا و خیلی خوبه. 50 تا CP هم به همه میده. ولی اینجا گوشه سمر زدمش، حواسم نبود، فیلم نگرفتم براتون. گوشه سمت راست پایین یه دونه دکمه که بعد 50 تا CP بدی. اگه 50 تا CP بدی میتونی همه این گامتیکا که پایینه استفاده کنی، ولی اگه ندی فقط میتونی از 117 متیک استفاده کنی و 50 تا هم بهت برمیگردونه همون بالا. اگه هم 50 تا رو بهش ندی همینجوری 50 تا CP بهت میده و خیلی باحاله کرده اکتیویژن. دمش گرم خدایی. هممون گامتیک بازی میکنیم، آخرش کسی نیست که نتونه بازی کنه با گامتیک. آخه منی که اومدم اینو برای شما گذاشتم که همه تونم میدونید. یه دونه لایک بهم تقلق نمیگیره. یه دونه لایک بزنید، یه دونه سابسکرایب بزنید. خدای من گذاشته بودم ویدیومون و سابامو اندازه هم باشن، یکی سابو بیشتر باشن تا باز ویدیو جدید بذارن، ولی انگاری که کلا ساب نمیزنید. کلا سابا ویدیومون با سابامون یه دونه. خداحافظ فعلا.